معنا داره. یکی بدگمانی یک معنا دیگه اینه که شما یک چیز به نفع خود بپسندید نسبت به این. It's probably that news is که زندگی مردم کمره از من شفاف بیایم به این مسلک بخوانم و بتوانم به حساب مفردات درسی از این فاکولته بگیرم و بالاخره کار عملی انجام بدم تا باشه که روزی باشه به این جامعه بتونم خدمت کنم. به رشته ژورنالیسم در حیات فراهم من فکر میکنم به اکثریت رشته رو سرحد نیه. میبینیم همه امکانات به دسترس مونه، استادا به دسترس مونه، همیشه هر خواسته باشیم مشکلاتی که داشته باشیم اونا رو در جریان بگذاریم با بینا که باز همیشه مشکلات جواب نسبت واقعی که در مورد رشته ژورنالیسم داشتم، من خودم از نظر خود و از بود یا از امود دیدار خود من رشته ژورنالیسم مسلک آدمساز می‌دانستم و برای از اینکه من ظرفیت‌های علمی خودم واقعا ببرم در رشته. از آمدن به دانشکده ژورنالیسم آشنایی و کسب مهارت‌های خبرنگاری بود که علاقه خاصی من نسبت به این رشته داشتم. وادار کرد من به اینکه